با ایمانت بازی نکن. ایمانت عزیز باشه. ایمان عزیزه، ایمان شریفه، ایمان محترمه، ایمان نعمته، ایمان فضیلته، فضل خداست. و بذلك فلیفرحوا بفضل الله و برحمته. این فضل خداست، رحمته، که مؤمنین باید خوشحال بشن. ما باید خوشحال بشیم. خداوند ما رو انتخاب کرد. من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین. ما باید خوشحال باشیم. خدا توفیق بهمون داد که محکم رو از متشابه تشخیص بدیم. ما باید خوشحال باشیم که خدا خیرخواهمون شد که خارجی نشیم. خیرخواه باشیم. ما باید خوشحال باشیم که خدا خیرخواهمون بود که سب اصحاب رو نکنیم. ما باید خوشحال باشیم، سجده خدا بکنیم، بگیم شکرت خدا که ناسزا به اممون، مادرمون ام المؤمنین عایشه نگیم. خدایا شکر و سپاس بگیم که پروردگارا ما بر خودمون مغرور، به ایمان خودمون مغرور نشدیم که دیگران را تکفیر بکنیم یا خودمون را مثل اصحاب رسول الله بشمریم. ما کجا و اونها کجا؟ لو انفق احدكم ملء احد ذهبا، به اندازه احد طلا صدقه بدن، به اندازه نصف مچ دست اونها، کف دست اونها نمیشه. این نعمته، این فضله، این رحمته، رحمت خدا بر قلب ما خدا نازل. و کان الله بالمؤمنین رحیما. این رحمت خاصه و رحمت وسعت كل شيء. رحمت خدا همه جا را فرا گرفته، ولی یک نعمتی هست که کسانی ازش محرومن و اون نعمت رحیم بودن خداوند خاص مؤمنین، خاص اون کسانی که فقه و فهم و شعور و درک دینی به اونها میده. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ایمانی بهمون بده مثل ایمان صحابه. این جای شکر و سپاس داره. قلبمون نسبت به همدیگر پاک باشه، نسبت به اصحاب رسول الله پاک باشه، کسی رو تکفیر نکنیم، کسی رو سب نکنیم، کلام رسول الله را بر سر و چشم بذاریم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اینه که ما سعی و تلاش داشته باشیم خدا ما را دوست داشته باشه. با چی؟ با صلوا کما رأیتمونی اصلی. نمازمون مثل نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اینه که جای شکر و سپاس داره. اینی که باید سجده شکر بکنیم. الحمدلله جز کسانی نیستیم که کاری ندارم پیامبر چطور سر به سجده گذاشت و گفت و با خدا نیایش کرد. اونها براشون مهم نیست، سر به سجده میذارن همچون خروسی که نوک به زمین میزنه. نمیدونن تو سجدهشون چی گفتن، نمیدونن تو رکوعشون چی گفتن. ما شکر و سپاس خدا میگیم که در سجدهمون میدونیم که چی میگیم. میگیم سبحان ربی الاعلی و بحمده. وقتی که میگیم سبحان ربی الاعلی یعنی خداوند بر عرش و همه جا نیست. سر به سجدهش میذاریم، سر به ذلتش میذاریم. پروردگارا تو بالایی ما پست و پایین. این عبودیت، این بندگی است. خدایا شکر و سپاس میگوییم. این جای شکر و سپاس داره. جای شکر و سپاس این که ما را خیرخواه ما بود و ما را نجات داد و ما را در مجلسی قرار داد که ما دینمون رو روشن و واضح بفهمیم. اون دینی که طوری که صحابه فهمیدن. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اگر ایمانتون مثل ایمان اصحاب رسول الله بود فقد اهتدوا. اون هدایته. اونجا هست که شما هدایت شده هستید. اگر راهتون غیر از راه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدونید که راهتون غیر از راه. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وساءت مصیرا. و من یشاقق، کسی که اختلاف بکنه، مشاققت، از راه رسول الله بره بیرون. از راه رسول الله انسان با یک راه، با یک شبهه خارجی میشه، با یک شبهه، با یک تکفیر کردن خارج میشه. و من یشاقق، مشاققت بکنه با یک حرف، یک سخن از رسول الله رد بکنه. و من یشاقق، عقوبتش جهنمه. عقوبت خدا بر اون شخص این که جاش جهنم بشه. این تنها نیست که جاش جهنمی میشه. و من یشاقق الرسول، اختلاف بکنه با پیامبر، حرف پیامبر رو نپذیره و راهی را بگیره خلاف راه اصحابش. و یتبع غیر سبیل المؤمنین. گفت المؤمنین. چرا گفت المؤمنین؟ چرا معرفه اومد نگفت سبیل مؤمنین؟ گفت سبیل المؤمنین. چرا معرفه آورد نکره نیورد؟ چون اون وقتی که آیات نازل میشد جز اصحاب رسول الله صلی الله علیه و کسی دیگر نبود. و یتبع غیر سبیل المؤمنین. اگر راهی را غیر از این مؤمنینی که هستن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و کسی بگیرد نوله ما تولی. بس کسی با رسول الله اختلاف کرد، حرف سخن رسول الله را خلاف مراد رسول الله فهمید و خلاف مرادی که صحابه فهمیدن، جاشیه نوله ما تولی و نصله جهنم و ساءت مصیرا. بدترین راه غیر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم.
بدترین راه غیر انبیاء خداوندی که فرستاده برای هدایت ما، برای روشنگری ما، برای اینکه ما در دینمون با بصیرت باشیم. پس اینها همه جای سپاس شکر که ما باید به جاش بیاریم. فاولئک الذین سمی الله فی کتابه فاحذروهم، بر حذر باشید.